4 نفری که دیدیم سارقین خودرو هستن که بیشتر هم چک ها رو به سرقت می بردن. میرسیم به مالخر این پرونده. آقا خسته نباشید. سلامت باشی. شما چیکار میکردی؟ من اموال مسروقه رو میخریدم، از جمله چک. از جمله چک، بیشتر چک. بعد به بالا دستم میفروختم. یعنی بالا دست شما بازم هست؟ بله. این چکا رو چند میفروختی؟ 50 تا میکشیدم گوش میفروختم. روزی چقدر چک میومد دستت؟ بستگی داره دیگه. بستگی داره آقا، 200 تا، 100 تا، 50 تا یا 500 تا، معلوم نیست. 500 تا؟ نه 500 تا حالا بالاخره 200 تا میومد. آره. یعنی 200 تا چند هزار تومان؟ 200 تا مثلا 250,000 تومان. الان خیلی باید پول دار. نه بابا 250,000 تومان می‌خریدم، 50 تومان روش می‌کشیدم. اونم به خاطر عملم. چند وقته این کارو می‌کنی؟ چند سالیه که الان گیر افتاد. بله. آقا شما چند می‌خریدی؟ من دولوش 280 270 تا 300 می‌خریدم از مالخر. از مالخر می‌خریدم. من فقط شیخا رو می‌خریدم، بقیه انواع رو نمی‌خریدم که به هم شخص بالادستی می‌فروختم. 70 تومن 80 تومن روش می‌کشیدم می‌فروختم به شخص بالادستی.